چجوری بفهمیم سیم سازی که خریدیم فیکه یا اورجینال؟ با هم ببینیم. دوستان میخوام با 3 روش ساده بهتون بگم که سیم اورجینال رو چجوری از سیم فیک یا معمولی تشخیص بدید. حالا این بسته سیم اورجیناله و این یکی معمولی که هر دوشون هم به این صورت بسته بندی شدن. ما الان سیم معمولی رو باز میکنیم. ببینید دوستان دقت کنید، موقعی که سیم رو باز میکنی خودش به حالت اولیه حلقه میشه و به حالت بسته‌بندی خودش برمیگرده. اما سیم اورجینال موقعی که باز میکنی همینجوری صاف اصلا به حالت اولیه بر نمیگرده. و اما روش دوم از طریق رنگاشون. ببین این سیم اورجیناله که رنگش تیره تر و مات و نقره‌ای مانند هست، اما سیم معمولی استیل مانند و براق هستش، رنگش کاملا مشخصه. روش سوم که خیلی مهمه، جنس سیم اورجینال بیشتر آلیاژ از نقره هست و اما سیم معمولی بیشتر آلیاژ جنسش از پولاد هست. و سیم اورجینال خیلی انعطاف پذیر و نرم هست، اما سیم معمولی اصلا انعطاف پذیری نداره و حتی اگه یه پرده کوک سازو بالاتر ببریم سیم پاره میشه. اما سیم اورجینال چون انعطاف پذیریش خیلی بیشتره، اگه حتی 2 پرده بالاتر هم از کوک خودش کوک کنیم سیم اصلا پاره نمیشه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد.